سال 1332 مصدق با کمک مردم نفتمون رو ملی کرد. یعنی کاری کرد که نفتمون برای خودمون باشه. اما آمریکا با همراهی پهلوی و با کمک BBC کودتا کرد. مصدق رو سرنگون کرد و نفتمون رو دوباره صاحب شد. اون موقع نه جمهوری اسلامی بود، نه شعار مرگ بر آمریکا، نه مقاومت مقابل اسرائیل. آمریکا برای غارت نفت ما هیچ کدوم از این بهونه ها رو نداشت. حالا باز همونا حمله کردن نفت ما رو بگیرن. یه عده‌ای هم بهونه هاشون رو باور کردن. ولی با سلحشوری رزمنده هامون رو به خاطر استقامت مردم نه تنها از خاکمون و نفتمون محافظت کردیم، بلکه تو روز ملی شدن صنعت نفت این ما هستیم که داریم قیمت نفت جهانی رو تعیین میکنیم. ایران در تنگه هرمز بزرگی میکنند باذن الله و من لا الا من عند الله العزیز الحکیم.